ما یک گروه امانتگزاران بانک تاجپرومبانک 5 سال باز در یک حالت وزنین گرفتاریم. مراجعت میکنیم با پرزیدنت، با محترم پرزیدنت جناب امام علی رحمان، آزاده رحمان، جناب رستم امام علی، از شما احترامانه بسیار خواهش میکنیم که به داد ما برسید. بسیار 5 سال باز که ما را در بلاکاده گرفتن. نه زندگی نان خوردن داریم، نه پول با یک دارو خریدن داریم. ما دیگر در یک حالت وزمین گرفتاری هستیم که دیگر نمیدانیم که چیکار کنیم، با کی مراجعت کنیم. ما مجبور شدیم که به شما مراجعت کنیم. از شما بسیار خواهش میکنیم، احترامانه از شما امید کلان داریم، خواهش کلان هم داریم که برای ما کمک کنیم. 5 سال باز که این بانک اعلان کردن مفلیس، ما را از تمام مقامات مراجعت کردیم. زیاده از 50-60 دانه عرضه هم نویساندیم، مراجعت هم کردیم، خواهش هم کردیم، التجا کردیم، تولا کردیم. یگان کس به داد ما نرسید. تا حاضر کس قطعی ما گپ نمیزنه. فقط سببش یک گپه که ما را همچو جبر دیده اعتراف نکردن. همین استاتیا 42 کودکس مرافعاوی سکانر کردیم، کاپیا کردیم، در پروکراتور گنرالی پیشنهاد کردیم، خواهش کردیم که آخر شما قانونشکنی نکنین. خیر بسیار خواهش میکنیم از شما را بسیار نسبت شما حرمت احترام داریم. در همین کودکس در همین استاتیا گفتگی است که کی باید که جبر دیده اعتراف شود. ما را جبر دیده اعتراف نکردن. جبر دیده اعتراف کردن مدیر موقتی همین تاجپرومبانک که اول شریف تقدیر بود. او نمیدونم 2-3 سال کار کرد، فقط با کسای خودش چیزی که مثلا چیزی که در کار بود برای او کم بوده خودش بود کرد. چی کاری که برای او در کار بود همون کار خودش اجرا کرد. فقط به شخصیت خودش کار کرد و من نمیفهمم کدام اساس بود کدام چی بود که بانک ملی او را گرفته به شریف و فیروز تبدیل کرد. شریف و فیروز آمد، همچو از او در این گذاشت که جبر دیده شریف و فیروز، اول شریف و تقدیر بود و پس شریف و فیروز شد. اینا مدیر موقتی یگان مناسبت به جبر دیدگی با این ماده که در همین کودکس مرافعی نویساندگی یگان مناسبت، یگان نزدیکی ندارند. چی خیلی که بود ما همه قدر که گفتیم و فهماندیم و جمعامت یک جای خستیم رفتیم، تمام امانتگزارا قطعیم جنبستانه عریضه نویساندیم. هیچ کس ما را گوش نکرد. خیلی چیکار کنیم دیگر؟ هیچ یگان علاج دیگر پیدا نکردیم. اما جبر دیده تقدیر بود شریف او رفت، پس مدیری نو آمد شریف و فیروز ایشید. مثلا چی کاری که او میکرد این با دوام داد. مقصد هر کدامش که آمدن به منفعت شخصی خودشان کار کردن. یگان کس غم ما را نخورد، یگان کس نسبت ما یگان فکرم نکرد، یگان تا این محصولیت خودشان اجرا هم نکردن. هر کدامشان فقط به منفعت شخصی خودشان کار کردن. هر وقت ما می رفتیم می گفتیم که آخه شما یک علاج باشه از بالای امنیت کنترل بکنین، هیچ کس ما را گوش نمیکرد. شما جبر دیده نیستین، یگان در دل نمیگذارین، یگان نسبت این کار سر و کار ندارین، گویا که ما هیچ پولم نسپرده باشیم. آخر ما باور کردیم به همین دولت دموکراتی، به جناب عالی. هیچ ما امید نداشتیم که ما را در این حالت میمانند. شما ببینین که همه ما از سن 70 گذشتگیم. ما در این مملکت شخصا من 40 سال کار کردم، دیگران هم در این مملکت خدمت کردن کار کردن. ما همین 200 تنگه را جمع کردیم به همین روز پیری،
به همه روزی و درماندگی که در همه روز پیری در همه روز درماندگی استفاده بکنیم. ما با او خاطر جمع کردگی نبودیم که در بانک ماندیم، امید کده ماندیم، امانت ماندیم که این روز ما را تماما به یک تنگه مانند. و این کل از روی انصاف، از روی وجدان، از روی قانون با یگان چیز نه به قانون راست می آید، نه به انصاف راست می آید، نه به آدمگری راست می آید. آخر ما چیکار کنیم دیگر؟ هیچ علاج نداریم، تماما علاج نیست دیگر. هیچ علاج نیست تماما. من در همین 5 سال از دوام انسولت گرفتم. یک دست پای من 6 ماه کار نکرد، 6 ماه من بالای جاگه بودم. دوای نیافتم که با پول که من دوا که پول نبود دوا بخرم که تبابت کنم. با یک روزای حال، با یک روزای خین، با یک مشکلات تبابت یک دوا و این طرف کردم که روی پا خستم. 3 ساله که من تبابت میگیرم، 3 ساله که من بالنساد هر سال دوباره 3 باره خواه میرم. آخه برای تبابت گرفتم پول در کاره کو. ما با او خاطر همین دوستم پول جمع کرده، تمام خانه و در از بابا و بی از پدر مادر ماماندگی را فروخته. با این خاطر نمانده بودیم که این روز در می حالت وزمین ما را گرفتار کنن. آخر ما دادمون با کجا بگیم، با کی بگیم؟ آخر تماما مانده شدیم. همه کسل شد، بعضی خودشون آویختن، بعضی از کسلی های وزمین، از بی پولی، از بی دواگی، از بی توابتی گذشتن از همین دنیا. بعضی ها تماما معیوب شدن، مثل ما و مثل دیگر آواریم. آخر چیکار کنیم؟ بچه من اینوالید دیوم گروپا 1000 مراتبه، میلیون مراتبه مراجعت کرده است که من اینوالیدم، 4 فرزند نابالغ دارم، در گیمنازیوم میخوانم، پول خواندن دادن نمیتونم، خواندن نمیتونم، چیکار کنم؟ آخر ما حیران، یگان کس، یگان مثلا نسبت همین کار ما هیچ که دقت نمیده، هیچ کس. چیکار کنیم؟ بسیار از شما بازم خواهش میکنم که بسیار خواهش میکنم که کمک کنیم برای ما. ما در کاردیولوژی خواب میرم، تشکری زیاد برای مظفر میگم، مدیر گلاورچ خودی همین بالنسا که تشکری زیاد میگم که برای ما تماما داروی به پول، توابت به پول میکنم. با گیمناز چقدر تشکری میگم که همین 5 سال 6 سال باز فرزنده منم پسری مرا به پول میخورانم به پول میخورانم. یا روزه اوقات چون نمیته، هر روز تا بگو گوشنه همونو سیر میکنم گودکای گوشنه را. آخر ما بسیار از شما تشکری میکنیم، چیکار کنیم؟ بازم باشه از شما خواهش میکنیم، تولا میکنیم، خواهش میکنیم کمک رسانیم برای ما. اکنون نسبتی مفلسی بانک من خواستم میخوام که بگم، مفلس بانک مفلس اعلان کردن. ما حیران، این چلا مفلس بود که مفلس فقط به سر خلق میگه باران که شدی، ما پرس که این خانه کیست؟ در همه خانه باران میباره، در خانه بعضی آدم ها میباره، در بعضی آدم ها خوش نمیمانند. باران که شدی، ما پرس که این خانه کیست؟ مفلس اعلان کردن، بانک ملی در 100 چند میلیون قرض گرفت. با همراهی فایزاش وزارت مالیات تماما قرض گرفت، با همراهی فایزاش امانت بانک قرض گرفت، با همراهی فایزاش نفقه مثلا نفقه همین کمیته نفقه او قرضاش گرفت با تمام فایزاش. آخر من نمیدانم که فقط همین مفلسی فقط در خاطر درباره همین در بالای سر خلق بود، فقط مفلسی همین بانک در همین خلق تاثیر کرد، در خلق گفتن که تاثیر بانک مفلس شده. و چرا در بانک ملی تاثیر مفلس نرسید، در وزارت مالیات نرسید، در کمیته نفقه نرسید، در بانک امانت بانک نرسید، در تمام مقامات دولتی یگان ذره مفلس شوی ضرر نرساند. ضرر فقط با بانک، با مردم،
فقط ضرر با مردم رسید، فقط با مردم. خواهش میکنم این چه خیال مفلس بود که فقط با مردم. اگر از دولت 5 سامان قرض بگیریم او 5 سامان 5,000 می شود، 50,000 می شود. اگر تو را تا آخران تنگر از شما نگیرن یا خودت میکشی یا و یا تو را به همین درجه میرسانن که میموری دیگر، مرل نمیموری تمام دیگر. هیچ امکان نداره که از دولت تو اگر 5 سامان قرض بگیری او را بر نگردانی. پول دولت پول است، پول ما پول نیست. دولت با پول نسبت پول سر و کار داره و ما سر و کار نداریم. ما تماما با پول نیاز نداریم، ما آدم نیستیم. ما زندگی نداریم، ما زندگی نمیخواهیم کردن. آخه نخواد نسبت ما همه قدر برحمی، به انصافی، به وجدانی شوده. از شما رستم امام علی، جناب عالی، آزاده رحمان بازم خواهش میکنیم یک ذره نسبت ما رحم بکنیم. دیگر من گپ نشد. Уважаемые Имам Али Рахмон, уважаемая Азадара, уважаемый Имам Али Рахмон, уважаемая Азада Рахмон, уважаемый Рустам Имам Али, мы вас очень и очень просим, ну помогите нам, мы уже обессилены, мы не знаем уже кому обращаться. Вы у нас последняя надежда, только вы можете нам помочь, вкладчикам Точпромбанка. Мы уже потеряли всю надежду, нам говорят идите туда, идите сюда, и туда, и сюда. Мы ходим, добиваемся своего, но у нас ничего не получается, потому что мы надеемся только на вас. Так что помогите, помогите, и еще раз мы говорим, помогите нас. منم یکی از امانتگزارهای بانک توچپرومبانک هستم. خیلی من چخیل که از شریکامو فهمیدتون 5 سال باز دوادو میکنیم، هیچ پول ما گرفته نمیتونیم. لیکن امید میگن که آخرین امید میمورد. نداشته امیدهای последний ما حالی هم امید میکنیم. از شما امید داریم. پدر ملت امام علی رحمان، آزاده رحمان، رستم امام علی، التماس به داد ما برسید، به ما کمک کنید. همون پولای مهنتی که 4 تنگه ماندیم در بانک خیانت نشود گفته، در بانک ماندیم که امانت ما خیانت شد رفت، به داد ما هیچ کی نمیرسد. امید ما فقط آخرین امید ما به شما هست. این همین من 4 تنگه که پول داشتم در بانک، من با امیدی که خانه ما ویران کردن، امروز نه پگامی تابستان خانه میسپرم، من خانه رو بیریمان میگیرم. همین خیلی شرطنامه بستم. ما همین 4 تنگه در بانک پول داشتم، من گفتم همین پولم به یارشه ریمون میکنم و انشاءالله خانم در اومده میگیرم. 2 تا نویره دارم، 1 تا دختر دارم. ما هم مردینه نداریم. نویره هم هم بیچاره بی پدر، دخترم بی شوهر، منم بی شوهر. همین پول مهنتی دخترم همش در بانک بود. ما با امید همین پول بانک بودیم. التماس با ما کمک رسانید. غیر شما نمیدونیم دیگه کجا مراجعت کنید. همه ما مقامات های مراجعت کردیم، هیچ کی به داد ما نرسید. تشکر برای دقتتان.